خب بریم سراغ مرکز انرژی 4. اینجا خیلی حال و هوا عوض میشه. اون فرمتی که تو مراکز دیگه طی کردیم بیشتر برای ارتباط با این دنیای فیزیکی، این زمین، این زندگی، این حرکتی که هست، این خلقتی که اینجا شکل گرفته، در اتصال به این واقعیت. حالا رسیدیم به قسمت پل وجود. این تو قسمت قبل اگه خاطرتون باشه گفتیم که مثل میمونه که ما بیایم بدن رو به 3 بخش تقسیم کنیم. بخش پایینی، بخش شکم، بخش میانی قلب، بخش بالایی و سر. حالا که رسیدیم به بخش قلب، اینجا جایی که در ارتباط با اسپریت هست، در ارتباط با روحه. در واقع اینجا ما میایم وارد یه جهان دیگه میشیم. اینجا جای وحدته، وحدت بین این قطبیتی که ما تو این دنیا شاهدش هستیم اون رو تجربه میکنیم. مثلا اگر این واقعیت رو ما بر اساس اون یین و یانگ بودنش، اون دنیای قطبیتش که اول که تجربه میکنیم هم همینه، اون سیاهی و سفیدی. وقتی دنیا رو این شکلی تجربه میکنیم، وقتی یا نیمکره راسته یا نیمکره چپه، وقتی از یه بخش بدن استفاده میشه، وقتی یا بخش انگار پایینی فعال تره یا بخش بالایی فعال تره، شناختمون از طریق تضاد، اون حالت یین و یانگ، یعنی یک چیزی داریم بعد برای اینکه بشناسیمش انگار یه سوراخی داره، از اون سوراخ تضادش عبور میکنیم، در جهت دیگه بیرون میایم و تازه میفهمیم اون چه که درش قرار داشتیم چه بود و این چرخه هی تکرار میشه برای هی شناخت. ولی این مرکز خلوصه، خالصه، یعنی اصلا هیچ منفذی نداره که من بتونم بهش نفوذ کنم و بخوام یه روی دیگه شو بشناسم. مطلقه، در هستی خودش، در بودن خودش انقدر پره، انقدر کامله، اون تضاد در این راهی نداره. اتفاقا محل اتصال اون تضادهایی که آدم تجربه میکنه این مرکزه، یعنی مرکزی که روح من بهش متصله، مرکزی که اون بودن کامل من در اونجا قرار داره. در واقع اینجا درسته که همیشه قلب متصل به داستان عشق و همینطور روح و همینطور جهان، ولی این عشقی نیستش که بتونیم در ارتباط باش صحبت کنیم، تعریفی بکنیم، چون زبانی که ما داریم ازش استفاده میکنیم زبان این دنیای تضاده. یعنی انسانی که در دنیای تضاد زندگی میکنه، حالا برای کامیونیکیشن خودش اومده زبانی رو خلق کرده، جایگاهی برای تعریف یک دنیای کامل در خودش نداره. یعنی وقتی اگه بیام صفتی رو بهش نسبت بدم، انگار در اینه که دارم چیزی رو نسبت میدم بهش، در همزمان دارم چیزی رو ازش میگیرم، چون دارم یه تصویری میسازم ازش و اون تصویر محدود میشه. حالا ما داریم راجع به یک چیز نامحدود صحبت میکنیم. این عشق صرفاً اون عشق، مثلا اون فرمی که به تصویر میکشن، عشق مادر به فرزند، عشق یک عاشق و معشوق، اون عشقی که بینشون رد و بدل میشه، حتی منظورمون اون نیست. یعنی اینها شاید حتی یک نقطه کوچکی از اون عشق تام و کاملی باشه که در جهان، در وجود من و در اون روح من، آنچه که هستم جاریه. این عشق چیزیه که در تار و پود این خلقت بافته شده، یعنی موجود بودن آنچه که میبینیم، آنچه که زندگی میکنیم در هر لولی. فرض کن شما این حالت سطحی ترین حالت ممکن تو بعد فیزیک، خیلی همه چی دنسه، من میتونم با این ارتباط برقرار کنم، درسته؟ حالا بعد هی عمیق‌تر میتونم بشم، به ورای این ماده برم، به بنیه‌اش برم، به انرژیش پی ببرم. اوی دارم میبینم تمام این ذرات در حرکتن، هی نفوذ کنم به بطن این زندگی، همینطور که هی عمیق‌ترم بشم تا اونجایی که همه چی نور بشه، یعنی تا اونجایی که انگار دیگه ادراک من رسیده و من تا اونجاها رو تجربه کردم. تمام اینها با اون عشق مطلقه که حاضره، این هستیش با عشقه، اون تار و پودش با عشق بافته شده. و حالا میگیم که نمیتونیم ما اینو تعریف کنیم، این زبان قاصره. بیایید یک در واقع این خللی که این زبان داره رو همینجا در مبحث همین مرکز ما یه بررسی بکنیم. مرکز انرژی 4 یا قلب در سانسکریت به نام آناهاتا خوانده میشه. آناهاتا به معنای آسیب ناپذیره.
یعنی من هستم، من چیه؟ من همون اسمشو میذاریم روح، اسپریت، اون روح القدس. آنچه که هستم آسیب ناپذیره. ولی حالا این زبانی که اومده با سیستم یک انسانی که در دنیای قطبیت زندگی میکنه واژگانی رو خلق کرده، یعنی نوع دیدگاه و نظری که به دنیا و به قضایا داره رو در پشت یک سری کلمات جای داده. حالا وقتی مثل میای حالتی رو تجربه میکنی که انگار قلبت رو باز میکنی، انگار به روحت متصلی، همون که هستی، اون حضور غیر قابل تخریب که هستی رو داری تجربه میکنی. حالا ولی اون انسان زمینی به این وضعیت میگه آسیب پذیری، به این واژه vulnerability رو داده، میگه آسیب پذیری خیلی خاصیت والاییه. آره تو زندگیتون آسیب پذیر باشین. خب چرا؟ وقتی که اون انسان در این دنیا زندگی میکنه و اومده دیوارها دور قلب چیده، خب مسلماً نوع دیدگاه اون ورود به مرکز این آسیب ناپذیری براش آسیب پذیریه. یعنی دقیقاً کاملاً برعکس ماجرایی که حقیقتاً هست. حقیقت من که آسیب ناپذیره، من وقتی میخوام واردش بشم، چون از یک جای دیگه دارم زندگی میکنم، از یک پوینت آف ویو دیگه دارم دنیا رو میبینم، دیوارها چیدم دور قلبم، نقاب میزنم، خودم رو میپوشونم، مخفی میکنم، سپرس میکنم، سرکوب میکنم، تمام این کار رو به خودم میکنم. آره حقیقت من میشم اون احساس آسیب پذیریم. یا یک مثال دیگه، وقتی که یه انسان طی زندگیش میاد چشماش رو میبنده، از خودش آگاه نیست، به اون هستی خودش، به حقیقت خودش برچسب ناخودآگاه میزنه. یعنی اون بخش وجود اسمش میشه ناخودآگاه. بعد این بخشی که انگار هر روز مثلا در یک موج بتای خیلی ماده‌وار متصل به دنیا، این میشه آگاه. در واقع واسه اون انسانی که آره خودش ناآگاهه، هستی واقعیش، حقیقتش برچسب ناخودآگاه خورده. یعنی برعکس داره میبینه ماجرا رو، در صورتی که خودآگاه تو همونیه که مخفیش کردی، همونی که انگار واسه تو شده ناخودآگاه، ولی اون خودآگاه توه. یعنی در عین اینکه داره تضاد رو میبینه، نیست تازه میخواد از این بخشی که برای خودش ساخته، دنیای ساخته شدهش بره به سمت حقیقتش، از این ورم داره برچسب رو میزنه. پس به طور کلی سیستم کلام، سیستم زبان، سیستم مناسبی برای توصیف حقیقتمون نیست، چون به دنیای حقیقت کانکت نیست. و از اونجایی که کلام خودش بار معنایی داره، میگم اون برچسبی که ما میزنیم، اون کلامی که به کار میبریم، نوع دیدگاهی درش خوابیده شده، پس بهتره، شایسته تره برای اون چه که نامحدوده از این کلام محدود استفاده نکنیم، چون در نهایت خودمون رو محدود میکنیم. وقتی میایم برچسب میزنیم تجربهمون محدود میشه. یعنی اگر شما تجربه‌ای داشتی از روحت، از دنیای حقیقتت، بسیار زیباتره که اون رو برای خودت نگه داری و اون رو به این کلام محدود تبدیل نکنی. هر دریافتی داشتی، مخصوصا دریافتایی که واقعا در فرم این زبان نمی گنجه، از زبان اصلا استفاده نکن. شاید هم تجربه کرده باشی که وقتی چیزی در درونت بوده، انگار متصل به دنیایی بودی. اون تجربه یا حتی چیزی که شاید شنیدی، دریافت کردی، با اینکه انگار برات داره تبدیل میشه به خوانش کلمات، انگار داره در همین قالب زبانت، حالا به هر زبانی، ولی به یک زبانی داره ترجمه میشه برات، تا وقتی که اون رو درونت نگه میداری انگار به یک دنیایی کانکتی. ولی به محض اینکه اون رو میای بیانش کنی، توصیفش کنی، بنویسیش یا برای کسی بیان کنی یا بخوای احساست رو بگی که چه جوری بود و ابراز بکنی، یه دفعه انگار اون کانکشن نسبت به اون دنیا قطع میشه، چون همش میاد محدود میشه در چند تا کلمه و دیگه اون چیزی که برای ما میمونه یه سری انگار خورده نونه. ما به دنیا متصل بودیم، به دنیای عمیق‌تر متصل بودیم، ولی وقتی بازگوش کردیم تیکه تکش میکنیم و محدودش میکنیم. حالا اگه بخوایم برای یه مقدار مطلع شدنمون از این که اگه ما در واقع این مرکز باز باشه، به دنیای خودمون، به روحمون متصل باشیم، چه کیفیاتی رو در همین قالب میتونیم تجربه کنیم، در همین سیستم زبانی بتونیم اشاره بکنیم به یه سری کیفیات، یعنی در واقع آوتکام ایناست.
چیزی از آرامش عمیقه، از احساس احترامه، از شعف و سروره. اینجا شاید بتونیم بگیم اون خاصیتایی که داره خاصیتایی که به عالم روحانی نسبت دادن. اینجا در واقع برکت داره. وقتی قلبت باز باشه به زندگیت برکت داده میشه. به هر آنچه که بهش احساس حالا اتصالی بکنی اون اتصالات برکت داده میشه. گفتیم که در مراکز قبلی قالبی برای بودن تو این دنیا ساختیم. با ساختارمون آشنا شدیم، تجربه کردیم، انجام دادیم. انرژی اتصال برای این دنیای فیزیکی برقرار شد. حالا میرسیم به محل این میزان، به محل این ترازویی که این دو کفه میخواد برابر شه، پل بین دو دنیا که نقطه ثقلش خودمونیم. اینجا به وجودمون برکت داده میشه. اینجا به وجودمون نور اضافه میشه. اینجا انگار همه چی برقی میشه. اینجا انگار یک عشق ماورایی تجربه میشه. گفتیم که در ارتباط با مرکز قلب اشاره کردیم که یکی از مغزها توی بخش روده و معده بود. مغز دومی که توی بدن حاضره توی قلب قرار داره. این قلب خودش 40,000 نورون داره که به صورت اختصاصی عمل میکنه. میاد به تنظیم احساسات میپردازه. میاد اطلاعات احساسی رو پردازش میکنه و روی سیستم ایمنی و اون مغز سر اثر میذاره. حالا قدرت جالب و مهم قلب اینه که این میدان الکتریکی قلب 5,000 برابر قوی تر از مغزه و اطلاعات رو از طریق این میدان الکترومغناطیس میاد به بدن ارسال میکنه. همونی که اون شکل هندسی تورس رو اطراف بدن شکل میده، یعنی فرم اون میدان الکترومغناطیسیش به شکل هندسی تورس در اومده. یا همون چیزی که اگه کار دکتر جو دیسپنزا رو دنبال کرده باشین، اون چیزی که به اسم فیلد یا میدان از اون یاد میکنه، در واقع همینه که مورد مطالعه جو دیسپنزاست. این میدان که خودش رو به شکل تورس بیان میکنه، در واقع این انرژیه که از مرکز قلب خارج میشه، به اطراف میچرخه، دوباره به مرکز برمیگرده. حالا اگه بریم یه مقدار ساده تر به این فرم تورس نگاه کنیم، در این نگاه ساده تر مثل دو مخروطه که به صورت برعکس به هم چسبیده میمونه. انرژی به صورت مارپیچی از پایین به بالا و از بالا به پایین در حرکته. حالا باز بیم اگه ساده ترش کنیم، شبیه 2 مثلث میشه که به فرم مخالف هم قرار گرفتن. حالا این 2 مثلث رو وقتی بیایم در هم ادغام کنیم، یک نقطه مرکزی و تعادلی براشون در نظر بگیریم، دقیقاً میرسیم به نماد این مرکز، شکلی که نشون دهنده اون نقطه تعادل و ادغام دوگانگی هاست. به شکلی مثل مثلث داوود میرسیم یا هندسه‌ای به اسم مرکابا. مرکابا در عبری به ترتیب به معنای نور، روح و بدنه. یا میتونیم بگیم ذهن، قلب، بدن فیزیکی. یا به ترتیب بگیم پدر، روح القدس، پسر. درست این 3 گوشه هر کدوم از این مثلث‌های این هرم، این هندسه‌ای که داریم ازش یاد می‌کنیم، اینا تمام آنچه که به هم کانکته رو داره نشون میده و هندسه زبان خلقته. در خودش اطلاعاتی داره که اگر رمزگشایی کنیم اونا رو، بیشتر و بیشتر میتونیم انگار برسیم به اون بر دنیا، به اون بر اون پرده حجاب، به بکستیج دنیا. اطلاعات رو میتونیم بخونیم و این نماد و این هندسه کاملا گویای خاصیت و انرژی این مرکزه. این 2 مثلث، یکی رو به بالا، مثلث رو به بالا در کیمیاگری نماد عنصر آتش، انرژی مردانه، تفکر، کهکشان، صعود، و مثلث رو به پایین نماد عنصر آب، انرژی زنانه، احساس، زمین، نزول. که وقتی اینا در این فرم دارن رو هم ادغام شدن، در کیمیاگری وقتی شما سولفور رو که به آتش و انرژی مردانه کانکته و اون رو بیایم با جیوه که به آب و انرژی زنانه است ترکیب بکنیم، میرسیم به سنگ فیلسوف. سنگ فیلسوف مهمترین عضو کیمیاگریه. چرا؟ چون اون همون اکسیر جاودانگیه.
همون چیزیه که وحدت میان نیروهای متضاد رو ایجاد میکنه. همونیه که فلزات پایه رو به طلا تبدیل میکنه. در واقع چیزهای بی‌ارزش رو به ارزشمندتر تبدیل میکنه. در واقع این قلبه که سنگ فیلسوف ماه. این قلب، این روح ماست که کیمیاگری میکنه. این کیمیاگری که از اول پیش گرفتیم دقیقاً همون 4 مرحله کیمیاگری برای خلق سنگ فیلسوف بود. وارد سیاهی‌ها و تاریکی میشیم، اونا رو تصفیه میکنیم، با عشق، محبت، احترام، بخشایش، ما با کیفیات همین روحمون، با قلبمون داریم میایم این تاریکی‌ها رو به نور تبدیل میکنیم. اون چه که بود رو به کیفیتی جدید تبدیل میکنیم، ارزشمندترش میکنیم، تا جایی که قلبمون رو باز میکنیم. دیوارهایی که اطرافش ساختیم رو هر دفعه به نرمی آروم آروم پایین میاریم. چون طی زندگی دیوارهای متعددی در این قلمرو چیده شده، مثل همون داستان زبان که به این فرم بودن میگه آسیب پذیری. چون انقدر دیوار کشیدیم، انقدر نقاب زدیم، انقدر پوشوندیم خودمون رو که برای اینکه به آسیب ناپذیری خودمون پی ببریم انگار که باید راه آسیب پذیری رو طی کنیم. اینجا کیفیت خارق‌العاده این دروازه قلب، این فعال شدن این مرکاباست. وقتی مرکابا فعال میشه، اون 2 هرم که در جهت عکس هم هستن با سرعت شروع به چرخش میکنن و چرخش اونا همون اون حوزه تورس الکترومغناطیسی رو در اطراف ایجاد میکنه. حوزه که میتونه از 3 متر تا کیلومترها گسترش پیدا کنه و این گستردگی این حوزه به فرد امکان حفاظت میده، امکان سفرهای روحی میده، امکان ارتباط با سطوح بالاتر آگاهی رو میده. در واقع این قلب باز، این روح وقتی متصل به بدن باشه، مثل اون اسپل اکسپکتو پاترونوم هری پاتر میمونه. وقتی این فیلد بازه، وقتی قلبت بازه، به روحت متصلی، تو محافظت شده ای. دیگه نیازی به شیلد بستن و سپر دفاعی و آدم خودشو در تخم مرغ نورانی قرار بده و اینا دیگه نیست. چون آنچه که آسیب ناپذیره این کل رو در بر گرفته. این بودن نامحدود، وسیع، محافظت کننده آسیب ناپذیر که این حوزه میاد بدن رو در بر میگیره، میاد زندگی رو در بر میگیره. یعنی کسایی که به روحشون متصلن، برای همینه که میتونن ماده رو تغییر بدن. چرا؟ چون انقدر بیشتر خودش انرژیه که با انرژی کانکته. دیگه ماده نیست که بخواد بر ماده اثر بذاره. هرچقدر ما ماده باشیم، دنیای ما هم ماده است و کارهایی که میکنیم باید در دنیای ماده، در طی این فضا و زمان راهی رو طی کنیم، زمانی رو بگذرونیم تا مثلا فرض کنیم ما از اینجا میخوایم بریم به اونجا، یا یک چیزی رو میخوایم به دست بیاریم، یه چیزی رو میخوایم تجربه بکنیم. ولی وقتی روح بیدار میشه، کانال باز، جاری، حضور من به این بدن کانکت شده، اون رو در بر گرفته، این فیلد بخواد گسترده و گسترده تر بشه، دیگه حضور من انرژیه. اونجوری که میتونم اگر بدنم بیمار شده باشه به راحتی درمانش کنم، به فرد دیگه‌ای کمک کنم حتی در راه درمان. یعنی شفا دهندگان به طور کلی کسایی که اصلا قلب بازی دارن. یعنی نمیشه تو شفا دهنده باشی و قلبت باز نباشه. چون شفایی که حتی ما به صورت فردی روش کار میکنیم، این کیمیاگری درون، با بخشش اتفاق میفته، با خالص کردن این کیفیات سایه و تیرگی ها اتفاق میفته و اینها چیزیه که در قلب نهادینه شده. اینا خاصیت های روح ماست. عشق، بخشایش، خلوص، اینا کیفیات روح ماست و ما با اینها میتونیم شفا پیدا کنیم، شفا بدیم به هر طریق.